سلام و عرض ادب. خیلی مشتریان میپرسن که با توجه به قیمت پایین برنج دست خورده است دست نخورده است پالم. یه نکته رو بگم که اکثر مشتریای ما عمده فروش و مغازه داران که این عمده فروش از ما میگیره، یه سود میگیره، بعد میفروشه مغازه دار هم یه سود میگیره، یا مغازه دار، یعنی یه چند تا دست میفته تا برسه دست مشتری. قیمت تمام شدهش خیلی میره بالاتر. علت تفاوت بازارش اینه. و بابت پلم پشتین برنج 4 مدل پلم داره. یکیش که همین بند نخیه که همه اطلاع داریم، یکیش این هولوگرامه که حالا این باز شده اینجوری به هم وصله و نمیداره زیب رد شه و خیلی جلش کار سخته. یه دونه این بندو داره که اینجا وصله و اینم باز کردن و بستنش خیلی سخته. و بعد از این سه تا پلم داخلش هم با یه پارچه نازک باز همون دوخت پلمپی رو داره، یعنی 4 مدل پلم داره و 4 تاش هم سلامت و 100% بابت دست نخورده بودن و اورجینال بودنش خیالتون راحت باشه. و اینم برگه مشخصاتش. برنج مال برج 2 404 تازه و امساله.